یک خری افتاده بود توی چاه 30 متری. خیلی سعی کردن این خر رو از چاه در بیارن، نشد. گفتن برای اینکه این حیوان زجر کش نشه هرچه زودتر خاک بریزیم روش تا بیشتر از این زجر کش نشده. هر کسی هر مقدار خاک دستش رسید ریخت توی این چاه. بعد از 3 ساعت دیدن که این خر از تو چاه زده بیرون. با تعجب رفتن ببینن چه خبره. دیدن هر بار که اینا خاک میریزن رو سر این خر، این خره یه تکونی میخوره، خاکو میریزه زیر پاش و یه ذره میاد بالا. مشکلاتی که برای ما انسان ها پیش میاد، اگر این مشکلات رو زیر پامون قرار ندیم و به عنوان یه سکو ازش استفاده نکنیم و نیاییم بالا، بدون شک از اون خر کمتری. انسان موفق کسی است که با سنگه هایی که در سر راهش قرار گرفته برای خود پلکان و با آجرهایی که به سمتش پرتاب می شود برای خود خانه بسازد.